ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. لا اقسم بیوم القیامه. قسم میخورم بر روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه. و قسم میخورم به نفسی ملامتگر. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا آدمی میپندارد که ما استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آره، ما قادر هستیم که سرنگشتهایش را برابر کنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه آدمی میخواهد که در آینده نیز به کارهای ناشایسته پردازد. یسأل ایان یوم القیامه. میپرسد روز قیامت چی وقت خواهد بود؟ فاذا برق البصر. روزی که چشمها خیره شود و خسف القمر. و ماه تیره شود و جمع الشمس والقمر. و آفتاب و ماه در یک جای جمع آیند. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان در آن روز میگوید راه گریز کجاست؟ کلا لا وزر. هرگز پناهگاه نیست. الى ربک یومئذ المستقر. قرارگاه همه در این روز نزد پروردگار توست. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. در این روز آدمی را از هر چی پیشا پیش فرستاده و بعد از خود گذاشته است خبر میدهند. بل الانسان علی نفسه بصیره. بلکه آدمی خود را نیک میشناسد ولو القا معاذیره. هرچند به زبان عذرها آورد. لا تحرك به لسانك لتعجل به. به شتاب زبان به خواندن قرآن نجنبان. این علینا جمعه و قرآنه. که جمع آوردن و خواندنش بر عهده ماست. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. چون خواندیمش تو آن خواندن را پیروی کن. ثم این علینا بیانه. سپس بیانی آن بر عهده ماست. کلا بل تحبون العاجله. آره، شما این جهانی زودگذر را دوست می‌دارید و تذرون الاخره. و آخرت را ترک می‌کنید. وجوه یومئذ ناظره. در آن روز روی‌هایی هست زیبا و درخشان الی ربها ناظره. که به سوی پروردگارشان نظر می‌کنند. و وجوه یومئذ باسره. و روی‌هایی هست گرفته و ترش تظن ان یفعل بها فاقره. کی می‌داند آن عذابی کمر شکن بر او فرود آید
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق آره، چون جان به گل رسد و گفته شود که چی کسی است که افسون بخواند وظن أنه الفراق و یقین کند که زمان جدایی فرا رسیده والتفت الساق بالساق و ساقهای پا در هم پیچیده شوند. إلى ربك يومئذ المساق آن روز راندنش به سوی پروردگاری توست. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى نه تصدیق کرده است و نه نماز گزاریده است، اما دروغ برآورده و روی گردانیده است. ثم ذهب إلى أهله يتمطى آنگاه خرامان نزد کسانش رفته است. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو، پس وای بر تو. أيحسب الإنسان أن يترك سدى آیا انسان میپندارد که او را به حال خود وا نگذاشته اند؟ ألم يك نطفة من مني يمنى آیا او نطفه از منی که در رحم ریخته شده نبوده است؟ ثم كان علقة فخلق فسوى سپس لخته خون آنگاه به اندام درستش بیافرید. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى و آنها را دو صنف کرد، نر و ماده. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى آیا الله قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟ به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، هر یک شما را خوش آمدید میگویم و امروز ما باز تصمیم گرفتیم و آماده هستیم دانش و سنجش را یک جای با شما گذرانیم و رقم گیم پین را من پیشتر برای شما روان کردم و مرحمت میتوانید داخل به برنامه ما شوید و یک جای با ما قوه خودتان را در دانش بسنجید. انشاءالله ما و شما چنین میکنیم و انشاءالله هر یکی ما البته که خواه برد کنیم، خواه جوابی نادرست کنیم، این یک برد است برای ما، برده که واقعا قیمتش خیلی و خیلی گران است. و تماشابینان عزیز، ما تصمیم گرفتیم در هفته یک مرتبه برنامه را پیشکشتان میکنیم، چون خود ما و شما شاهد هستیم که اینقدر زیاد تماشا نمیکنند تا آن دمی که کمتر مردم عادت کنند و تماشابین ما انشالله که زیادتر شود. و از شما خواهش میکردم احترامانه نوار ما را به دیگران روان کنید و زیر نوار میتوانید لایک مانید تا که نوار پهن شود و دیگران نیز توانند در برنامه ما اشتراک کنند. اینک خودی حاضر علاقه یک چند نفر داخل شدند، 11 نفر 12 نفر شدند. 939 0346 این است گیم پین برای بازی امروزه
خب من نشان میدهم چند نفری که امروز علکه در داخلی برنامه ما هستند. خوش آمدید همیرا، ابراهیم، مهرانه، بخاری، مریم، صباحت، محمد امین، توصف، نظیره، عبدالله و طالب. خوش آمدید و می توانید خودی حاضر در زیر نوار لایک مانید و همچنین یک پدیلیتسا در داخلی چی است، در یوتیوب است، شما می توانید آن همان رو پخش کنید و در ایمو و در فیسبوک و هر جایی که می توانید، هر جایی که شما هستید در آنجا نوارا به دیگران نیست تقسیم کنید تا که دیگران ما رو تماشا کنند. و اینجا من بعضی چت های شما را نیز انشاءالله می خوانم، چون بارها برای ما گفتند که چت را نیز کم کم خوانید و من از شما معذرت می خواهم، گاهی فراموش می کنم. بهادر اشرف نوشتند که برادر خوب می شد که در هفته 2 یا 3 مراتب بگذرانید. الله شما راضی باشد و برایتان جزای خیر عطا کند. بله حتما ما میخواستیم که زیادتر کنیم، اما عین زمان خب یک تاش نیست به فکرم خوب است و انشالله ما 2 بازی را در یک زمان میگذرانیم و انشالله باز کوشش های زیاد میکنیم انشالله. و به شبکه تلگرامی ما اگر خواهید که ترجمه معنای قرآن را گوش کنید، در یکی از شبکه های تلگرامی ما تنها و تنها MP3 ترجمه معنای قرآن هست و مدیراتور در پایان نوشته کردن قرآن، یعنی قرآن تاجیک. اگر در تلگرام نوشته کنید داخلی آن همان تلگرام می شود و بدون اینترنت نیست. شما هر جایی که قرار دارید، در هواپیما، در ماشین، در خانه، در کجای نباشید، در بازار، شما می توانید ترجمه معنای قرآن کریم را دسترس کنید و گوش کنید. یعنی اول با زبان عربی می رود و بعد از آن با زبان تاجیکی معنای آن گفته می شود از استفاده کتاب ها. علی علیف گفتند که در حق فرزندشان دعا کنید و الله شفا عطا کند اگر بیمار باشند و ما همچنین دیگران نیز تماشابینان ما دست به دعای هم هستیم. خب این لحظه 19 نفر داخلی برنامه ما شدند و همه آنهایی که داخل شدن نمیتوانید، شما میتوانید در چت ما نیز جوابی خودتان را انشاءالله نوشته کنید، باکی ندارد و مهمش اشتراک کردن است. و با آنهایی که داخل شدن نمیتوانند من یک مرتبه دیگر این لحظه طرز وارد شدن به برنامه را نشان میدم. ببینید در کنار من طرز وارد شدن به برنامه نشان داده شده است. در جایی که نیک نیم است به خودتان تخلص انتخاب میکنید و در جایی که گیم پین نوشته می شود در آنجا رقمی که ما برای شما روان کردیم 939 03 46 نوشته میکنید و انشالله که وارد می شود. علی دعا میکنیم که الله برایتان فرزند نصیب گرداند. امین انشالله. و 21 نفر هستیم و اگر که همه داخل شده باشند ما میتوانیم این لحظه آغاز کنیم. خب اینجا رستم نظرов خواهش پرسیدند که پروگرام را скачать کردم لیکن نفهمیدم چی خیل داخل شوند. خب اگر شما همین برنامه کاهوت را در تلفنتان داشته باشید، تنها در جایی که گفتم نام است، نیک نیم است، نامتان را نوشته کنید و در جایی که گیم پین است رقمی که ما نوکک به شما گفتیم 939 03 46 نوشته کنید و داخل می شوید انشالله.
و مدیراتور در بالا نوشتند گیمپین و همچنین رقمی که ما گفتیم 939 03 46 نوشته کنید و داخلی برنامه میشوید انشاءالله. خب 22 نفر در قسمت اول انشاءالله که اشتراک میکنند و باقی مانده ها را انتظار میشویم و در قسمت دیگری بازی انشاءالله شما نیز اشتراک خواهید کرد. ما تیار هستیم و آغاز میکنیم. سراج الدین عبدالله خوش آمدید. القاری نیز خوش آمدید. نورعلی خوش آمدید. میرزاده خوش آمدید. آنهایی که نوکک داخلی برنامه ما شدند. امیدوارم که شما ما را خوب میشنوید، صدا میرود، چون ما سنجش نگذرانده بودیم پیش از آن که بازی را آغاز کنیم. خب ما نیز اسمت الله حاجی معطف از برای الله هر یک شما را در الهیدگی دوست می‌داریم و الله موفق همان گرداند هر یکی ما را و کوشش میکنیم هر روز، چنانه که در تلگرام ما مدیراتوران بارها نوشته میکنند در تلگرام طلبی علم کنید، یعنی الله را دعا میکنیم که الله نصیب ما و شما گرداند دانش را، بهترین دانش را و کوشش ها کنیم هر روز کوشش کنیم که یک چیزی نوی به خودمون آموزیم و بعد از این که خودمون آموختیم به دیگران نیز آموزانیم. این بهترین خصلت برای ما و شما است، برای آدمی است. و ما آغاز میکنیم. بسم الله. قسمت اول و سوال اول. کسی که شریک به الله داشت و در شرک وفات کرد به ما معلوم نیست. قرآن و سنت و آتش ابد می رود از روی قرآن و سنت یا الله رحم می کند بهشت یا بر سرشت می رود، کدامش درست است؟ جواب های شما. کسی که شریک به الله داشت و در شرک وفات کرد حالتش چی می شود؟ جواب های شما را قبول کردیم و 16 نفر بله جوابی درست گفتند و آنهایی که میخواهند میتوانید در چت ما جوابهای خودتان را نوشته کنید. بله، به آتش ابد میرود از روی قرآن و سنت کسی که شریک به الله می آورد و این به نهایت گناهی وزنین است که الله آن را نمی بخشد. خب بیایید باز کلانتر کردیم. اینک سوالی دیگر میگذاریم. بیایید ببینیم کی پیش رفت. همیرا، صباحت، محمد امین، مریم بخاری، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارید من شما را تبریک میکنم. سوال دو. با شنیدن کدام سوره عمر فاروق ایمان می آورد؟ هود آیت 2، یوسف آیت 5، طه آیت 14 و بقره آیت 286. با کدامش عمر فاروق ایمان می آورد؟ جواب های شما. اینک 32 نفر جواب گفتند و 25 نفر جواب درست گفتند. بله، با شنیدن سوره طه آیت 14 عمر رضی الله عنه ایمان می آورد و من این لحظه همون آیت را آماده کردم. چی بود؟ معنایش را به زبان تاجیکی می خوانم. هر آینه الله یکتا من هستم، هیچ معبودی بر حق جز من نیست، پس تنها مرا بپرست و نماز بخوان تا به یاد من باشی. همین است سوره طه آیت 14 که عمر رضی الله عنه این را میشنوید وقتی که در خانه خواهر خود همین سوره را میخواند. اما کی درباره‌اش ما پس از چند لحظه انشاءالله که صحبت میکنیم. و اکثریت جوابی درست گفتند. این باعث
خرسندی است و همگان علاکه از برنامه های گذشته، از برنامه های قبلی ما جواب را میدانستند و من میبینم که در چت نیست اکثریت جوابی درست گفتند. راما ایده جوابی درست گفتند. اسمت الله حاجماتوف بله جوابی درست گفتید. حسین رحیموف، بابا جان سلیم زاده و علی کمالوف جوابهای درست گفتید. تبریک میکنم شما را. کی به پیش گذشت؟ ابراهیم، همیرا، عبدالله، صباحت، القاری آنهایی که در جایی نمایان قرار دارد و عبدالرحیم باشند 4 زینه بالاتر برآمدن. شما را تبریک میکنم. سوال 3 کی سوره طه را میخواند در خانه خواهر عمر؟ حباب بن الارت، بلال، ابن اسحاق، ابو لهب. کدام از اینها سوره طه را در خانه خواهر عمر میخواند؟ اینک چند نفر الکی جواب گفتند و چت ما خاموش است. شاید از آن باشد که اکثریت معلومات نداشتند. سعید جان جواب گفتند. بابا جان گفتند که یزنش میخواند. بله 21 نفر جوابی درست گفتند. حباب بن الارت در خانه خواهر عمر رضی الله عنه سوره طه، آن آیتی که نوکک ما و شما خواندیم من همان را میخواند و با گوشش شنید و داخل به حجره میشود و بعد از خواندنی این آیت ایمان می آورد، یعنی با قدرت الله سبحانه و تعالی. کمترین جوابی خطا گفتند و اکثریت جوابی درست گفتید. ما شما را تبریک میکنیم. ابراهیم در جای پیش بودند به جای 2 گذشتند. القاری به جای اول، همیرا، صباحت و عبدالله آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند و عمر نیز 5 زینه بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم و اگر کوشش کنیم حتما به جایهای نمایان وارد خواهیم شد. پیامبر دعا کرد اسلام را با یکی از این 2 مستحکم گردان. کی آن 2؟ عمر و یا ابو طالب، حمزه و یا صفان، عمر و یا ابو جهل، عمر و یا علی. جواب های درست شما. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا میکنند اسلام را با یکی از این 2 مستحکم گردان. کی آن 2؟ بله یکیش عمر و کسی دیگرش باز. و 17 نفر جوابی درست گفتید. تبریک میکنم و من چت را نگاه دارم. اسمت الله حاجماتوف جوابی درست گفتید. بله و حسین رحیموف نیز جوابی درست گفتید. اکثریت جوابی درست گفتند. خیلی خوب. علی کمالوف جوابی درست گفتید. بیایید میبینیم که به پیش گذشت. ابراهیم، عبدالله، حسین، صباحت و بهادر آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارند. بله بعضی سوالهای ما تکرار است و چون ما تکرار گرفتیم از آن خاطر که در خاطره های ما خوبتر بماند و اکثریت آنهایی که اولین بار اشتراک میکنند برای آنها سوالها نو است و برای آنهایی که پیشتر اشتراک کرده بودند این تکرار می شود انشالله. سوال 5 ابلیس از چی خرسند می شود؟ گناه یا بدعت؟ بدعت یعنی نوآوری. از شراب، از بدعت به ما معلوم نیست و خرسند نمی شود. وریانت ها ابلیس از چی خرسند می شود؟ گناه یا بدعت یعنی نوآوری. از چی خرسند می شود؟ وریانت ها در پایان است. جواب های شما. ولی 30 نفر در داخل برنامه ما جواب گفتند و بله ابلیس از بدعت کردن خرسند می شود. گناه را انسان یک بار می کند و ما در این مورد قبلا نیست در برنامه های خود گذشته بودیم گفته بودیم
که از بدعت خرسند می شود، چون بدعت را نوآوری را که والیدان اگر آورد فرزندان دوام می دهند، یعنی آن بدعت از نوآوری به گناه آورده می رساند. و مثال این را ما در برنامه های گذشته البته گفته گذاشته بودیم و خود شما نیز می توانید جستجو کنید معلومات و در این باره زیادتر مطالعه کنید. و شرح نمی دهیم به آن خاطر که هم وقتمون کم است و انشالله این یک برای ما و شما یک زمینه می شود برنامه ما، تا که ما و شما توانیم جستجو کنیم و مطالعه کنیم برای چی این گونه می شده است. و می بینیم که به پیش گذشت 27 نفر جوابی درست گفتند. ابراهیم در جای اول، عبدالله، صباحت، حسین، القاری آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و نورعلی نیز 4 زینه به بالا برآمدند. تبریک میکنم شما را. تماشابینان عزیز، برنامه ما این لحظه ها مستقیما صدا می‌دهد و شما ما را مستقیما تماشا میکنید در بخش زنده است و آنهایی که نوگک وارد برنامه ما شدند لایک مانند زیر نوار تا که دیگران نیز ما را توانند تماشا کنند و به دیگران نیز نوار را روان کنید. الله از هر یک شما و از عملهایتان راضی باشد و پاداش نیک برای هر یک ما عطا کند. بیایید میگذاریم به سوال 6. الله زیبایی حوران بهشت را با چی مقایسه کرده است؟ یعنی به چی مانند کرده است؟ درختان خرما، شیر و شراب، مس ازیا یا یاقوت و مرجان. الله زیبایی حوران بهشتی را با چی مقایسه کرده است در یک چند آیت های قرآن کریم؟ اینک جواب های شما را من این لحظه قبول کردم و اکثریت الکی جواب گفتند. در چت نیز جواب های درست را من میبینم. بله، 22 نفر در داخل برنامه جوابی درست گفتند با یاقوت و مرجان. و خب خیلی خوب من میبینم که اکثریت در چت نیز جوابی درست میگویند. از این راه من همش را نمیخونم. الله شما راضی باشد و چت را خود شما نیز میبینید. خب اینجا یک نفر نوشتند ممکن است که ما سوال ها را پیشنهاد کنیم به تلگرام شما را برادر به شما آنها را گذرانید در افیرتان. بله، چرا نه شما می توانید در تلگرام ما پیشنهادهای خودتان را نوشته کنید. ما گفتیم که با هم هستیم و ما با هم به پیش می رویم. از این خاطر شما تلگرام ما هست در افیر ما و در پایان نیز ما نوشته میکنیم زمانی دانستن. این تلگرام شخصی ما است، یعنی در زمانی دانستن می توانید با ما در تماس باشد. زمانی دانستن 2020 این شبکه ما است. در زمانی دانستن 2020 شما می توانید در برنامه های ویکتورینه های دیگری ما اشتراک کنید. آنجا نیز سوال و جواب ها هست و هر روز نو می شوند. هر روز سوال های نو آنجا هست. مرحمت پیشنهاد خودتان را حتما نوشته کنید. ما خیلی خرسند می شویم انشاءالله. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. ابراهیم در جای اول، عبدالله، صباحت، حسین، القاری آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. شما را تبریک میکنم. سوال 7. درباره کدام دریای بهشت در قرآن یادرس نشده است؟ سوره محمد آیه 15. عسل، از شیر، از باران، از شراب. درباره کدام دریای بهشت در قرآن کریم یادرس نشده است؟ اینک جواب های شما. قریب همه جواب گفتند. درباره کدام
دریا در بهشت یادرس نشده است. و 19 نفر جوابی درست گفتند از باران. و من این لحظه همون معنای سوره را میخونم، چون در آیت 15 سوره محمد در این موضوع آمده است. خب بسم الله. من تفسیر معنای آن را در روش میسر این لحظه میخونم و چون همه ترجمه ها مانند هستند. وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین است که در آن جویبارهایی است از آبهای تغییر ناپذیر و جویبارهای از شیری که طعمش دیگرگون نمی شود و جویبارهای از شراب که برای نوشنده‌اش لذت است و جویبارهای از عسل مصفا و آنان در آنجا هر گونه میوه که بخواهند برای آنان هست و نیز از آمرزش پروردگارشان برخوردارند. آیا بهشتیان مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ جاویدانند و آنان را از آب جوشان می آشامند که روده هایشان را پاره می کند. یعنی این معنای همین آیت 15 از سوره محمد بود. و واقعا آنجا ببینید که در اول این آیت در وصف بهشت است، یعنی بهشت را در بهشت چی است و چگونه دریا است، جویبارها است گفته گذاشتند و بدونی باران بود. و بعد از آن گفتند که آیا بهشتیان مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ جاویدانند؟ نه البته. از این خاطر از شرک باید که ما و شما دور باشیم و ما و شما عبادتمون را هر روز زیاد کنیم و دانشمون را زیاد کنیم تا که عبادتی درست کرده توانیم، الله را درست شناخته توانیم. بیایید ببینیم که به پیش برآمد. ابراهیم، صباحت، حسین، القاری و مریم آنهایی که در جای اول هستند. تبریک میکنم. سوال 8. کدام سوره نازل شد وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام نابینا آمد و وی صلی الله علیه و سلام روی گردانید؟ النبأ، بقره، نور یا عبسه؟ کدام سوره نازل شد وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام نابینا آمد و وی صلی الله علیه و سلام روی گردانید؟ میبینم چند جواب های درست شما را. و جواب های خطا نیست. از 20 نفر جوابی درست گفتید. شما را تبریک میکنم، صمیمانه تبریک میکنم. بله، سوره عبسه نازل می شود. و خب میبینم اینجا در چت ما چند نفر جوابی درست گفتند و عبدالستار نیز وارد افیر ما شدند. خوش آمدید برادر عزیز، شما نیز. و فخریدین نبیف گفتند جوابی درست. عبدالله ابو علی جوابی درست گفتند. علی کمالوف جوابی درست گفتید. چارکو اسفره جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. صباحت، ابراهیم، القاری، مریم، همیرا آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد. و نورعلی نیست. 8 زینه به بالا برآمدن. نورعلی تبریک میکنم شما را. و آنهایی که نوکک وارد برنامه ما شدید، شما میتوانید داخل به برنامه ما شوید و رقم گیم پین مثل پیشتر 939 0346 است. میتوانید نوشته کنید. کهود نقطه ت داخل میشوید، در جایی که گیم پین است انا همون رقمی که ما نوکک گفتیم اون را نوشته کنید و تخلص خودتان را در جایی که نیک نیم نوشته شده است نوشته میکنید. سوال 9.
پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که این را تناول کرد از ما دور شود، یا از مسجد یا از مسجد یعنی دور شود، در خانه نشیند. پیاز و سرپیاز، آب لیمو، پیاز و اکسوس، آش پلاو، کدامش را؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که این را تناول کرد از ما دور شود، یعنی از مسجد یا خانه نشیند. جواب های درست را من میبینم در چت. سرپیاز یعنی همون چسناک است. 21 نفر جواب درست گفتند و کمترین دو نفر گفتند که آش پلاو. کمترین جواب خطا گفتند. بله، پیاز و چسناک است که تناول کرده باشد به مسجد نرود. و میبینم که در چت امام بله بهادر شروف جوابی درست گفتید. فخرالدین نبیف جوابی درست گفتید. بله و اکثریت دیگر نیست جوابی درست گفتند. تبریک میکنم شما را. بیایید ببینیم که به پیش گذشت. صباحت، ابراهیم، همیرا، عبدالله، مهرانه، آنهایی که در جایهای اول قرار دارند و سلیم نیست 4 زینب بالا برآمدند. القاری نیست از بازی بیرون شدند، به همین خاطر شاید در جاهای اول نیستند، چون گفتند که اینترنتشان خوب نیست. خب ما میفهمیم که اینترنت اینقدر خوب نیست در بعض موضع ها از این را. و بیایید سوالی آخران. ما به خاطر آن حیات میبریم که در دنیا موفق گردیم، تنها الله یکتا را عبادت کنیم، مشهور شویم، پسر تولد کنیم، درخت شنانیم و خانه سازیم. کدامش درست است؟ ما به خاطر آن حیات میبریم که وریانت ها در پایان. خیلی خوب. و 21 نفر جوابی درست گفتید. شما را تبریک میکنم. ما به خاطر آن حیات میبریم که تنها الله یکتا را عبادت کنیم و انا همین جوابی درست بود و کمترینی کم جوابی خطا گفتند. چت ما نیست. فروخ سن گفت جوابی درست گفتید. علی کمالوف بله جوابی درست گفتید و اکثریت همه جوابی درست گفتند. اینک بیاید ببینیم که به پیش برآمد و فکر میکنم که یک قسمتی دوست داشته ما و شما آمده است که ما میبینیم که به پیش برآمده و سوال آخران شاید که دیگر میکند برنامه رو و یک نفر از پایان به بالا میبراید و نامش در قسمت اولین ها میشود. و لایک مانید تماشابینان عزیز و به دیگران نیز فرستید نوارا تا دیگران نیز تماشا کنند و بیایید ما میبینیم کیها به جایهای اول گذاشتند. جای سیوم عبدالله، تبریک میکنم شما را. جای 2 ابراهیم. جای 1 صباحت، تبریک میکنم شما را. آنهایی که در جاهای بالا همیرا و مهرانه نیست در جاهای نمایان بودن شما را نیز تبریک میکنم. یعنی ما 5 نفر رو دیدیم که به جاهای قسمتی بالا برآمدند. عبدالله، ابراهیم و صباحت. تبریک میکنم شما را. و تماشابینان عزیز ما این قسمتی اولی بازی را گذرانیدیم و قسمتی دیگر نیز الکی کدش آماده است و شما میتوانید خود حاضر به قسمتی دیگری بازی ما داخل شوید و آنهایی که داخل شدن نتوانستند میتوانید در چت ما نیز نوشته کنید. خب 867 67 84 من در پایان نوشته میکنم، دیگر این رو محکم میکنیم. خدا حاضر این گیم پینی نو است. خب تماشابینان عزیز 867 67 84 وارد به بازی شوید و اگر مبادا بازی ما رو با بعض سبب ها
کسی اگر ویران کند ما اثری نو باز میسازیم انشاءالله. از این خاطر داخل شدن گیرد 867 67 84 84 آخرش. من در چت نوشته میکنم و بله مدیراتور درست نوشته کردن 867 67 84. خب از ما میپرسند چگونه داخل شویم. ببینید در کنار من طرز داخل شدن به بازی است. کاهوت نقطه ایت در گوگل یا اینکه در جایی که در یاندکس فرق ندارد نوشته میکنید، جایی که گیم پین نوشته می شود آن گیم پین که شما در چت میبینید آن را نوشته میکنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است تخلص خودتان را انتخاب میکنید و به بازی داخل میشوید. به نهایت عادی و آسان است و هر یکی شما میتوانید اشتراکچی بازی ما گردید و حتی میتوانید از استفاده یک تلفن و اگر دو تلفن باشد باز خوبتر است و اگر شما با واسطه تلویزیون تماشا کنید و با واسطه تلفن داخل شوید باز برای شما آسان است و قلای است تا که چشمانتان درد نکند. او در تلفن وقتی که تماشا میکنند به نهایت حرفا مایده نشان داده می شود و یکم مشکل است. از این خاطر اگر پلانشت داشته باشید میتوانید با واسطه پلانشت ما رو از یوتیوب تماشا کنید و واسطه تلفنتان اشتراک کنید و شما میبینید در یک کناری من طرز داخل شدن را. خب من اگر حاضر اینجا امکان میشد برای شما یک نشان میدادم چگونه داخل شوی را انشاءالله کوشش میکنم این حال. خب حاضر یک دقیقه. خب ببینید در انا همینجا نوشته میکنید کاهوت نقطه ایت و چنین میبراید در سطر اول میبراید آن را پخش میکنید در جایی که گیم پین نوشته میشود. خب گیم پین را نوشته میکنیم 867 67 84 و اینتر زیر میکنیم در جایی که نیک نیم نوشته شده است. و مثال اکمال منصورов من نوشته کردم. نه من نیست داخلی برنامه شدم. بیاید ما رو میبینیم. خب ببینید نام من نیست اینجا پیدا شد. یعنی به نهایت عادی و آسان است داخل شدن به این برنامه و هر یکی شما میتوانید در آن اشتراک کنید و خودتون را بسنجید، خودمون را بسنجیم چون عادی و آسان است. خب این لحظه ها 26 نفر داخلی برنامه شدند. تماشابین ما پرسیدند 4 کویز فره در چت جواب دادن ممکن؟ بله البته ممکن است و اگر شما مثلا تنها یک تلفن دارید و داخل شده نمیتوانید به برنامه شما میتوانید حتما که در چت نوشته کنید و مشکلی نیست. حتما من 3 جواب اولی چت را کوشش میکنم که خوانم و اگر مبادا بعضا میشود که فراموش میکنم یا نمیخونم عذر مرا قبول کنید. اصلا هر یکی ما میتوانیم هم در چت نوشته کنیم اشتراک کنیم و همچنین در داخلی برنامه.
اسمت الله حاجیمتو گفتند که ما در چت نوشته میکنیم. حتما نوشته کنید. البته ما کوشش میکنیم نوشته های شما رو خونیم و من بار دیگر تاکید میکنم کوشش میکنم 3 جواب اول رو خونم و حتما سرپرستان رو جوابش رو میخونم، چون آنها در همیشگی در چت من اول میبراید. برای همین بعضا من نامی آن سرپرست ها، یعنی که یک با حرفای مخصوص نوشته می شود سرپرست ها و می خاطر در روی اکران اول شده پیدا می شود. و شما نیز تماشابینان عزیز می توانید اگر خواهید سرپرستی برنامه ما را، دانش و سنجش را و همچنین ترجمه های معنای قرآن را به عهده خودتان گیرید. در جایی که در پایان نوار ما دیده می شود سپانسرستوا، یعنی سرپرستی است. شما می توانید که به همونجا داخل شوید و با یک مبلغ معین خودتان انتخاب میکنید. اونجا چند نمود است و اگر که شما سرپرستی برنامه ما رو گیرید به شما به قول یک نشانی مخصوص داده می شود، یعنی به قول زنچاکی مخصوص داده می شود و وقتی شما در چت های ما نوشته میکنید نام های شما با یک نشانی مخصوص می شود، یعنی معلوم است که سرپرستی برنامه ما هستید و این یک دستگیری است از جانب شما انشاءالله. بله سبحان الله. اینجا احمد جان گفتند که وقتی آب می نوشید آوازتان نمی بیاد. بله من اینجا پولتی کنترلی دارم که صدا رو خاموش میکنم و بعد می نوشم. از این خاطر برادر عزیز الله شما راضی باشد. بله خب 34 نفر این لحظه ها در داخل برنامه ما هستند و علاقه اکثریت به طاقت شدن که بازی را آغاز کنیم. خودی این لحظه انشاءالله ما آغاز میکنیم و آنهایی که دیرتر می آیند دیرتر می توانند با واسطه گیم پینی ما داخل به بازی شود. بسم الله. سوال اول: از نبودن چی دانش را میتوان گم کرد؟ از نبودن وقت، عملها، خاکساری، ادب و اخلاق. از نبودن چی دانش را میتوان گم کرد؟ وریانت ها: وقت، عملها، خاکساری، ادب و اخلاق. جواب های شما. و 15 نفر جوابی درست گفتند و من فکر میکنم که اون 15 نفری که قبلا پیشتر در برنامه های ما اشتراک کرده بودند شاید آنها باشند. بله، ادب و اخلاق، از نبودن آن دانش را میتواند انسان گم کند و این یک چیز مهم است، ادب و اخلاق. و در چت ما نیست تقریبا که جوابی درست کم است. مهراب اشورف جوابی درست گفتند. بهادر اشورف جوابی درست گفتید. چارکو اسفره جوابی درست گفتید. کی به پیش برآمد؟ صحیح بخاری القاری مهربان علی جان و عبد، آنهایی که در جایهای اول قرار دارد. و خب بیایید به سوالی دیگر میگذاریم. ادب این آن چیز که شایسته تعریف هم در شریعت هم در عرف و عادت. ادب خصلتی خوب، مجموعه صفتی سرزنش شده، آن چیز که از معامله شخص نشان میدهد. ادب این وریانت ها در پایان. ادب این آن چیز که شایسته تعریف هم در شریعت هم در عرف و عادت.
و 13 نفر جوابی درست گفتند، اکثریت جوابی درست گفتند و من خب SSRFR جوابی درست گفتید، علی کمالوف جوابی درست گفتید، خب چارکو اسفره نیز جوابی درست گفتید. خیلی خوب. خیلی کم نفران جوابی خطا گفتند، این باعث خرسندی است. بیایید ببینیم که به پیش برآمد. عبد، القاری، مهربان، همیرا، علی جان، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد و بهادر نیست 8 زینه به قسمتی بالا گذاشته. تبریک میکنم شما را. سوال 3. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که پیران را احترام، خرد را رحم و عدل با نمی کند از ما نیست. با کی؟ با والدین، با صاحب علم و دانشمندان، با برادران، با کلان یعنی رئیسان. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که پیران را احترام، خرد را رحم و عدل با نمی کند از ما نیست. با کی عدل نمی کند و از ما نیست؟ عدل فراموش نکنید، چون ما گفتیم پیران را احترام، خرد را رحم و عدل با، بله، صاحب علم و دانشمندان. کسی که با صاحب علم و دانشمندان عدل نمی کند از ما نیست. و بله، همگی کمترین ها جوابی درست گفتند، افسوس. و این از درس های گذشته ای که در یکی از شبکه های تلگرامی بود و واقعا ما نیز این را تکرارا ماندیم و دفعه گذشته به فکرم زیادتر نفران جوابی درست گفته بودند، اما امروز باشد. خب بیایید میگذاریم و میبینیم که به پیش گذشت و بعد از آن به سوال دیگر نیز میگذاریم. القاری، عبد، بهادر، مهربان، همیرا، آنهایی که در جای نمایان قرار دارند و القاری پی هم به 3 سوال ما جوابی درست گفتند. ماشاءالله، خیلی خوب است. و آنهایی که شک دارند به سوالهای ما، شما میتوانید حتما جوابهای درست را امروز الحمدلله زمان خیلی زمان تکنیک و خوب است و ما میتوانیم که جوابهای خودمان را جستجو کنیم و یابیم. و من تا به آخر همین سخنها را نمیگویم، چون باز یک سوال دیگر داریم، چون در مورد علم و دانش و پرسیدن از آن است. حتما باز برمیگردیم انشاءالله. و همه آنهایی که نوکک وارد برنامه ما شدید، مرحمت لایک مانید و به دیگران نیز برنامه ما را تقسیم کنید، نوار ما را به دیگران فرستید. سوال 4. آیا بدانش سخن گفتن ممکن است؟ بله، در حالت معین سخن گفتن برای بدانش است. نه هیچگاه، یک بار ممکن. کدامش وریانت درست؟ آیا بدانش سخن گفتن ممکن است؟ و 15 نفر اینجا جوابی درست گفتند به ما. بله، نه هیچگاه بدانش سخن گفتن نمی شود، یعنی ممکن نیست. می شود اما ممکن نیست. و 15 نفر در داخل برنامه جوابی درست گفتید و بهادر شروف جوابی درست گفتند، SSR جوابی درست گفتند و علی کمالوف جوابی درست گفتند و باز در بالا گفتند، پرسیدند که به سوال جواب نگفتید. برادر عزیز، انشاءالله ما روزهای نزدیک دفعه گذشته نیز گفته بودیم که برنامه سوال و جواب را با طالب علمان، آنهایی که تحصیل علم کردند و آنهایی که دانش مکمل و دانش خوب دارند برای جواب دادن به سوال ها،
با آنها صحبت برپا میکنیم و در همان وقت انشاءالله با بعضی سوال هایی که در واتساپ به ما آماده میرسد و یا در تلگرام به ما آماده میرسد آنها را انشاءالله ما میخوانیم و ما نیت داریم و ما نقشه داریم انشاءالله دعا میکنیم که وقتی اون طالب علمان موافق آید و برنامه را توانیم که آماده کنیم و باز در پیش انشاءالله ما در تیاری به ماه شریف رمضان نیز داریم و بعضی برنامه های خوبی رمضانی نیز انشاءالله آماده می شود و در دیگر شبکه های ما نیز آن برنامه ها پخش می شوند و از فرصت استفاده برده میگم به شبکه حکمت تیوی، به شبکه نجم تیوی، به شبکه های نجات تیوی، به شبکه فکرهای اسلامی، پیروان سنت داخل شوید و ما اونجا برنامه های نو به نو آماده میکنیم. در شبکه نجم تیوی اکثریت طالب علمان و عالمان جوان صحبت میکنند. شما میتوانید از آن برخوردار باشید. کی به پیش برآمد؟ القاری، عبد، همیرا، علی جان، بهادر، آنهایی که در جایهای نمایان هستند و ابراهیم نیز 7 زینه به بالا برآمدید. تبریک میکنم شما را. سوال پنجم: در کدام سوره الله امر کرده است که به کسانی که دانش دارند باید برگشت؟ سوره نساء آیت 83، آل عمران 82، بروج 7، کهف 5. اینک جواب های شما را من قبول کردم. خب اون سوره را نیز آماده کردم و میبینیم که در 7 نفر همگی جوابی درست گفتند. میدونم که این خیلی مشکل بود ولی باور کنید خودی ما نیز گاهی میشود که فراموش میکنیم. سوره نساء آیت 83 به همین معنی است و همچنین باز در سوره های دیگر نیز آمده است و اگر شما اهمیت داده باشید در آنهایی که در تلگرام ما هستند اونجا ما بارها نوشته میکنیم ان همان آیت را از سوره دیگر و انشاءالله من بدتر آن را نیز یادرس میشوم. و بیایید تماشابینان عزیز سوره نساء آیت 83 را من ترجمه معنی آن را کوتاه میخوانم تا که ببینیم. یعنی که در همین سوره الله تعالی امر کرده است که به کسانی که دانش دارند باید برگشت و اگر اهمیت داده باشد پیشتر نیست ما گفتیم که در این موضوع یک کمی صحبت میکنیم دیرتر چون وقتش نوکک آمد. وقتی که جستجو میکنیم به سوال جوابی درست را باید که ما به کتاب الله برگردیم و بعد از آن به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردیم و در دو جا که نیافتیم دیگر مراجعت میکنیم به عالمان و در همین موضوع در سوره نساء آیت 83 آمده است. بیایید من کوتاه آن را معنایش را میخوانم، عیناً میخوانم. وقت کار مهم یا منفعت عمومی که امنیت و نیکی مؤمنان را در خود دارد یا ترس که مصیبت را بر آنها همراه دارد پیش آید استوار باشند و در پهن کردن این خبر شتاب نورزند بلکه آن را به پیامبر و اولوالامر خود گردانند. همانا کسانی در میان آنها وجود داشتند که می توانستند درست یا غلط بودن آن را دریابند و اگر فضل و رحمت الله بر شما نمی بود بجز اندکی همه البته شیطان را پیروی میکردید. این چنین آمده است در روش تفسیر میسر و در ترجمه دیگر
ترجمه معنای خطلانی چنین آمده است: و چون خبر چی ایمنی و چی ترس به آنها رسد آن را در همه جا فاش می کنند و حال آن که اگر در آن به پیامبر و پیشوایانشان رجوع می کردند حقیقت کار را از آنان در می یافتند و اگر فضل و رحمت الله نبود جز اندکی همگان به شیطان پیروی می کردید. و همچنین باز چنانی که من پیشتر گفته گذاشتم در زمانی دانستن در شبکه تلگرامی ما نیست، ما در همین موضوع بسیار بارها می نویسیم تا که همگان در ذهنشان ماند. و در سوره نحل آیت 43 نیز الله تعالی می فرماید: پس اگر آن حکمها و مسئله های دین را نمیدانید از اهل ذکر یعنی دانشمندان عالمان حق سوال کرده بپرسید. یعنی این در چند جایی قرآن کریم با همین گونه سوال ها الکی جواب ها تیار است و آماده است. بیایید ببینیم که به پیش گذشت. القاری، همیرا، عبد، محمد امین، علی جان، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارید و عبدالرحیم نیز 14 هزینه به بالا برآمدند. تبریک میکنم شما را. سوال 6: اگر شما نمیتوانید خامیازه را منع کنید پس باید چی کرد؟ راه گردانده خامیازه کشید، شیر و عسل باید خورد، بلندتر خامیازه کشید، دهانتان را با دست پوشید. کدامش جواب درست است؟ جواب های درست رو من میبینم در چت ما. خیلی خوب، جواب های درست در چت هست الکی و 26 نفر جواب گفتند. 18 نفر جواب درست گفتند: دهانتان را با دست پوشید و بعد خامیازه کشید. SSR جواب درست گفتید. نصرالدین اوزاقوف جواب درست گفتید. خب فخرالدین نبیف جواب درست گفتید و اکثریت دیگر نیست جوابی درست گفتند. حفیظ قرآن توی نیست جوابی درست گفتید. تبریک میکنم شما را. بیاید ببینیم که در پیش القاری، همیرا، محمد امین، عبد، علی جان، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. تبریک میکنم. از دانش فخر غرور کند پس دانش نیست از وی فخر میکند. پول و دانش زیاد میشود، الله خوار میسازد، الله مرتبه را زیاد میگرداند. کدامش درست؟ از دانش اگر کس فخر کند و غرور کند وریانت ها در پایان است. دانش نیز از وی فخر میکند، پول و دانش زیاد میشود، الله خوار میسازد، الله مرتبه را زیاد میسازد. جواب های شما؟ بله، 14 نفر جوابی درست گفتند. الله خوار میکند هر کسی را که از دانش خود کبر و غرور میکند، فخر میکند. الله خوار میسازد و باید که خاکساری آن چیزی که از انسان است و آن چیزی که به ادب وابستگی دارد ببینید در همین جا نیز هست. به همین خاطر هر کسی که دانش دارد باید متکبری نکند. و در این موضوع قصه ها خیلی زیاد است. حتی قصه اگر به قصه از ایمان بیرون شدن شیطان ابلیس نیست آمده رسیم، همین چیز است. و همین خاطر باید احتیاط کار باشیم، عالمان علاوه خصوص. و جواب های درست رو من میبینم در چت ما. بهادر اشورov جوابی درست گفتند. نصرالدین اوزاقوف جوابی درست گفتند. سلمان فارس جوابی درست گفتید. فرخار جوابی درست گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. علی کمالوف جوابی درست گفتید. و بیایید ببینیم که به پیش گذشت. القاری، همیرا، بهادر، محمد امین، ابوذر، آنهایی که در جاهای نمایان قرار دارد و ابراهیم نیز 4 زینه بالا برآمدید. شما را تبریک میکنم.
سوال 8. بزرگترین فتنه که با آن باید مبارزه برد این زن هاست: عقیده های گوناگون، بسیار خدایی، شرک، فسق و فجور، شراب نوشی. کدامش درست است؟ بزرگترین فتنه که با آن باید مبارزه برد. واریانت ها در پایان است. و 16 نفر جوابی درست گفتید. بله، بسیار خدایی و شرک آوردن به الله از همه فتنه بزرگ است. و چت را نگاه میکنم که اکثریت جوابی درست گفتند. خیلی خوب. چارکو اسفره جوابی درست گفتید. نصری دینوزاقوف جوابی درست گفتید. علی کمالوف جوابی درست گفتید. خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. جواب های درست را من میبینم. کی به پیش بر آمد؟ القاری، بهادور، ابوذر، محمد امین و عبد، آنهایی که در جایهای نمایان قرار دارد. و بهادور با 3 سوال آخرانی ما پی هم جوابی درست گفتید. خیلی خوب. خب، بله، من فراموش کردم. SSR نیست جوابی درست گفتید. شما اولین شده، در قطار اولین ها بودید. تبریک میکنم. بیاید به سوال 9 میگذاریم. نهی از منکر، دعوت به خوب و منع از بد کردن وظیفه هر یک مسلمان، امام مسجد، تنها دانشمندان، طالب علم یهودی. نهی از منکر وظیفه کی است؟ خیلی خوب، خیلی خوب. جواب های درست در چت ما نوشته شدند و اکثریت جوابی درست میگویند. و 22 نفر جوابی درست گفتند و 1 نفر گفتند که تنها وظیفه امام مسجد بوده. شاید خطا کردند، انا همون رنگ رو خطا پخش کردند. ما امید داریم که انا همون رنگ خطا پخش شده است. و 3 نفر گفتند که تنها دانشمندان. یعنی نهی از منکر و دعوت به خوب و از بد منع کردن وظیفه هر یکی ما است، هر یکی آنهایی که این لحظه ما رو تماشا میکنید. چون در برنامه ما الحمدلله همه آنهای تماشا میکنند و اشتراک میکنند که مؤمن و مسلمان هستند و وظیفه هر یکی ما است که دعوت به خوبی کنیم و منع از بد کنیم. و در این موضوع نیست خیلی وسیع است، اما شما می توانید در همین موضوع در شبکه های دیگری ما و همچنین در شبکه قرآن دستورآمر انسان نیست به نهایت با حدیث ها و دلیل ها برنامه ها ساخته شده است و قبلا علاقه ما آماده کرده ایم و هست و شما می توانید آن را تماشا کنید. و همچنین در شبکه حکمت تیوی نیست ما این گونه برنامه ها را آماده کرده ایم. انشاءالله شما حتما که وارد می شوید و تماشا می کنید. بس بیایید ببینیم که به پیش گذشت. القاری، بهادور، ابوذر، عبد و محمد امین، آنهایی که در جاهای بالا قرار دارید. من تبریک میکنم شما را. سوال آخران: ایمان چند رکن دارد؟ 7، 6، 8 و 5. ایمان چند رکن دارد؟ ارکان ایمان یعنی که من این سوال را تکرار به تکرار استفاده میکنم تا که ما و شما در خاطرمون ماند.
و 14 نفر جوابی درست گفتند. ایمان 6 رکن دارد. بله 6 رکن دارد و واقعا باز یک کتاب است در علایدگی هر یک رکن ها. و من فکر میکنم که بعد این برنامه حتما شما آنهایی که ما رو تماشا میکنید حتما وارد میشوید و در مورد 6 ارکان ایمان معلومات پیدا میکنید و میبینید برای چی 6. چون من در چت میبینم که جواب ها مختلف بودند، هر گونه بودند و بعضی آنهایی که در اکثریت سوال های ما جوابی درست گفتند جواب های خطا رو انتخاب کردند، یعنی 7 تا گفتند و حتی 5 تا رو نیز من میبینم، ولی اکثریت جوابی درست گفتید. این باعث خرسندی از 6 تا است. و بعضی ها شاید با وقتی میگویم ارکان ایمان با ارکان اسلام آمیخته میکنند و 5 و 6 را شاید خطا میکنند. و هر حال این یک درس بود، یک درسی که ما و شما توانیم به خودمان یک چیزی نو را آموزیم. و وقتی که ما دیدیم، من این حال از اکران دور نمیکنم چون زیادتر استد، ایمان چند رکن دارد و میبینیم که 14 نفر جوابی درست گفتند و 6 رکن دارد و دیگران بعد از برنامه برای چی چون این است، برای چی من خطا، شاید بعضی خطا جواب گفتند، برای چی 5 و برای چی 7 گفتند، آنها انشاءالله که جستجو میکنید و جواب درست را میبینید و هر یک تاش را میبینید، رکنهای ایمان را انشاءالله. خب اینجا گفتند که رکنهای ایمان را بگوید. باید میگویم اکنون. باور کردن به الله، ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به فرشتگان 2، ایمان آوردن به کتاب‌های الله 3، ایمان آوردن به پیامبران 4، ایمان آوردن به روز قیامت 5 و ایمان به تقدیر. و انا همین 6 تا بود چیزی که من گفتم در بالا و شما میتوانید جستجو کنید، پورا درباره هر یکی آن معلومات گیرید. اینک بیاید اکنون میبینیم که به پیش گذشت و جایی مثل که من پیشتر گفتم جای بهترین برنامه ما انا همینجا میشود. در جای سیوم ابوذر، تبریک میکنم شما را. بهادر جای 2 و جای اول القاری. صمیمانه من شما را تبریک میکنم. عبد و محمد امین، اگر خطا نکنم نامشان دراز بود، به همین خاطر در جای های نمایان قرار داشتن. شما را نیز من صمیمانه تبریک میکنم. آنهایی که در جای اول هستند، در جای های نمایان هستند، شما در اکرانی خودتان این لحظه میبینید و من باری دیگر همه شما را تبریک میکنم. آنهایی که در برنامه ما اشتراک کردید، الله از شما راضی باشد و برایتان پاداشی نیک عطا کند. و این برنامه دانش و سنجش بود و انشالله باز ما کوشش میکنیم روزهای نزدیک برنامه را آماده کنیم و برای شما پیشنهاد نماییم. و همه آنهایی که این لحظه ها با ما هستید، تماشابینان عزیز، از شما احترامانه خواهش میکردم که به شبکه های ما ابونه شوید. به شبکه تلگرامی ما که ما در پایان سیلک آن را نوشته کردیم داخل شوید. در شبکه تلگرامی ما در یکیش MP3 قرآن، ترجمه معنای قرآن، تنها ترجمه معنای قرآن است. این شبکه تلگرامی قرآن تاجیک است. اونجا که داخل شدید حتما شما میتوانید بدون اینترنت برنامه معنای ترجمه قرآن را گوش کنید. و با شبکه زمان دانستن 2020 اینجا انشالله مدیریتوران نوشته میکنند زمان دانستن 2020 داخل شوید. هر روز سوال و جواب های نو و نو، ویکتورینه های خوب هست. آنجا شما میتوانید هر روز اشتراک کنید و خاص به زبانی تاجیکی است.
انشالله شما حتما ما رو دستگیری میکنید، پیوست میشوید، چون در پایان نوشته کردن تلگرام ما رو. و آنهایی که میخواهید باز ما رو دستگیری کنید، البته میتوانید سرپرستی شبکه ما رو به عهده خودتان گیرید. آنجا چند زینه ها است و یگان تاش را انتخاب کنید و هر ماه شما با یک مبلغ کمی معین اگر خواسته باشید میتوانید شبکه های ما رو دستگیری کنید، چون یک تانه بلکه چند تا است. الله پاداش نیک برای هر یکی شما عطا کند. و من این لحظه با شما خیر و خوش میکنم. الله نگهبانتان باشد و تا با آخری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. الله شما و اهل پیوندان شما را حفظ کند در پناهش و هر یکی ما آرزو میکنیم و دعا میکنیم الله را علم و دانش عطا کند. همین تا با آخری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. چون منافقان نزد تو آیند گویند شهادت یعنی گواهی میدهیم که تو پیامبر الله هستی. الله میداند که تو پیامبرش هستی و الله شاهدی میدهد که منافقان دروغ گویند. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. از سوگندهای خود سپر ساختند و از راه الله باز داشتند و به حقیقت آنچه میکنند ناپسند است. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. این به آن سبب است که ایمان آوردند سپس کافر شدند. الله نیز بر دلهاشان مهر نهاد و آنان در نمیابند. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتلهم الله أنا يؤفكون. چون آنها را ببینی تو را از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند به سخنشان گوش می دهی گویا که چوب هایی هستند به دیوار تکیه داده. هر آوازه را به زیان خود میپندارند. آنها دشمنانند، از آنها
حذر کن خدایشان بکشد به کجا کجرو می شوند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. چون به آنها گفته شود که بیایید تا پیامبر الله برایتان بخشایش بخواهد، سر می پیچند. می بینی که روی گردانی و تکبری می کنند. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق نکند چی برایشان بخشایش بخواهی چی بخشایش نخواهی، الله نخواهد بخشید و خدا مردمی نافرمان را هدایت نمی کند. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. اینها همانهایند که میگویند بر اینها که گردی پیامبری الله چیز ندهید تا از گردش پراکنده شوند، و حال آن که خزینه های آسمان ها و زمین از آن الله است، ولی منافقان نمیفهمند. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. میگویند چون به مدینه باز کردیم صاحبان عزت خوار و ذلیل ها را از آنجا بیرون خواهند کرد. عزت از آن الله و پیامبرش و مؤمنان است، ولی منافقان نمیدانند. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، مالها و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چونین کند زیانکار است. و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. از آنچه روزیتان داده ایم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگ مرا اندک بدیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون.
چون کسی اجلش فرا رسد الله مرگی او را به تأخیر یعنی دیرتر نمی گذارد و الله به کارهایی که می کنید آگاه است.